بیل گیتس را همه به عنوان یکی از بزرگترین کارآفرینان دنیا می‌شناسند. بنیانگذار مایکروسافت، مردی که انقلابی در صنعت تکنولوژی ایجاد کرد. سلام، امروز نگاهی داریم به بزرگترین اشتباهات بیل گیتس که بسیار برای مایکروسافت هزینه داشت. اشتباهاتی که شاید اگر رخ نمی‌دادند، مایکروسافت امروز می‌توانست سلطه‌ای حتی بزرگتر بر دنیای فناوری داشته باشد. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. First time, let me now unveil Xbox. As I said, the design here was driven by spending time with gamers. Actually putting the control in their hands. We tried out over 100 different form factors, to find what was the most comfortable and would give them the best gameplay. رد کردن گوگل. تصور کنید در سال 1998 هستید. دو جوان با استعداد به نام لری پیج و سرگئی برین تصمیم میگیرند شرکت نوپای خود، یعنی گوگل را به مبلغ $1,000,000 بفروشند. آنها به مایکروسافت هم مراجعه میکنند. اما بیل گیتس و تیمش این پیشنهاد را جدی نمیگیرند. نتیجه چه شد؟ امروز گوگل تبدیل به یکی از بزرگترین شرکت‌های فناوری شده. اما مایکروسافت این فرصت طلایی را از دست داد. تأخیر در ورود به اینترنت. دهه 90 میلادی زمانی بود که اینترنت با سرعت زیادی در حال گسترش بود. شرکت‌هایی مثل نوت اسکیپ و یاهو در حال توسعه خدمات اینترنتی بودند، اما مایکروسافت اهمیت این تحول را دست کم گرفت. در ابتدا این شرکت تمرکز خود را روی نرم افزارهای آفلاین گذاشت و وقتی بالاخره متوجه شد که اینترنت آینده است، دیگر دیر شده بود. مرورگر اینترنت، اکسپلورر که زمانی محبوب بود، به تدریج کنار رفت و جای خود را به گوگل کروم و فایرفاکس داد. یک اشتباه استراتژیک که مایکروسافت را سالها عقب انداخت. شکست در دنیای موبایل. سال 2007 اپل اولین آیفون را معرفی کرد. همزمان گوگل اندروید را توسعه داد. اما مایکروسافت چه کار کرد؟ ابتدا این تغییرات را جدی نگرفت و سالها بعد با ویندوز فون وارد رقابت شد. اما دیگر خیلی دیر شده بود. برنامه نویسان به ساخت اپلیکیشن برای ویندوز فون علاقه‌ای نداشتند. کاربران هم جذب آن نشدند و سرانجام ویندوز فون به طور کامل شکست خورد. امروز گوگل و اپل سلطه کاملی بر دنیای گوشی‌های هوشمند دارند. در حالی مایکروسافت هیچ سهمی در این بازار ندارد. ناکامی در شبکه‌های اجتماعی. در سال 2007 مایکروسافت در فیسبوک سرمایه گذاری کرد. اما وقتی فرصت داشت شبکه اجتماعی خودش را بسازد، نتوانست موفق عمل کند. مایکروسافت چندین بار تلاش کرد، از جمله MSN Spaces و سوداتکیل، اما هیچ کدام موفق نشدند. امروز شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و یوتیوب میلیاردها کاربر دارند، اما مایکروسافت در این رقابت جایی برای خود پیدا نکرد. پیشبینی اشتباه درباره آینده. بیل گیتس یک نابغه در دنیای تکنولوژی است، اما او هم همیشه پیشبینی درستی نداشته. برای مثال، او در ابتدا فکر می‌کرد تبلت‌ها هرگز جای لپتاپ را نمی‌گیرند، اما امروز آیپد و سرفیس به شدت محبوب شدند. همچنین معتقد بود پردازش ابری کلاود اهمیت زیادی ندارد، اما امروز AWS و اژر جزو بزرگترین سرویس‌های ابری دنیا هستند. حتی روزی گفته بود که مردم علاقه‌ای به استفاده از اینترنت برای خرید آنلاین نخواهند داشت، اما حالا آمازون و علی بابا جزو غول‌های تجارت الکترونیک هستند. مهمترین نکته این است که شکست‌ها و اشتباهات می‌توانند زمینه‌ساز پیشرفت باشند به شرطی که از آنها درس بگیریم. به نظر شما کدام یک از این پیش‌بینی اشتباه تأثیر بیشتری روی مایکروسافت داشت؟ اگر این تصمیمات متفاوت گرفته میشد، آیا مایکروسافت جایگاه بهتری در دنیای فناوری داشت؟ نظرتان را در کامنت ها بنویسید. مشتاق خواندن دیدگاه‌های شما هستیم. اگر از این ویدیو لذت بردید، حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.